سلام، سهیل اعتمادی هستم از تیم آیبی لب. خوش اومدیم به قسمت دوم از آموزش‌های کانال آیبی لب فیکس. قسمت دوم مربوط به قسمت تمرینات و مثال استراتژی هستش. اگه آماده این بریم سراغ ویدیو. خب میرسیم به بخش تمرینات و پنجشنبه 3 جولای طلا. ببینیم ما کلا طلا کار میکنیم و تایم فریممون هم تایم 5 دقیقه است و اگه میخواین تایم پایینتر کار کنیم بدونیم که سیگنال تعدادش بیشتر میشه و به تمرکز شدیدی نیازه و تایمای بالاتر هم تعداد سیگنال کمتر میشه و مناسب سوینگ کلا. حالا شما اگه میخواین جفت ارز دیگه غیر از طلا کار کنین میتونیم بک تست بگیریم و با توجه به روحیه خودتون یه تایم فریم مشخصی انتخاب کنیم و همون رو ادامه بدیم. دیگه از این تایم به اون تایم کار درستی نیست و ممکنه که برآیندتون منفی بشه. خب بریم سراغ تمرین و بررسی روز پنجشنبه 3 جولای. خب ببینید اینجا رو بررسی کنیم. ببینید یه دونه سیگنال آی بی داریم. بعد قرار شد که سیگنال آی بی فقط از یه طرف بشکنه، نباید از دو طرف بشکنه. الان از بالا شکسته یا از پایین شکسته و قرار شد که بعد شکست سیگنال حتما گپ ایجاد بشه. خب اولین جایی که به چشمتون احتمالاً بخوره اینجاست که گپ ایجاد شده. الان من زوم میکنم بهتر ببینیم. یه گپ ریزی هم اینجا داریم که خیلی مهمه. الان میای تایم 9:30 صبح میبینیم قیمت برگشته سمت همین گپ ها. گفتم که گپ اول رو اگه قیمت رد کنه و رو گپ دومی ورود کنه گپ اول کلا حذف میشه و اگه گپ دومی میدلاینش تاچ نشه و تاییدیه بده شما اگه سل بزنین اینجا احتمالاً استاپ بخورین، ولی الان میبینین که میدلاین تاچ شده و حتی گپ هم رد کرده بدون این که به سیگنال اصلی که حد ضررش تقریبا اینجاست آسیبی وارد بشه. خب ببینین تاییدیه داده، ولی تاییدیه به چه شکلیه؟ ببینین توالی CIB رو بررسی میکنیم، ولی بخواین به صورت حرفه‌ای بررسی کنین دیگه نمیاین از این کندل بررسی کنیم بریم بالا. ببینین کندلی که توالی رو شکسته این کندله که روش فلش میزنم. خب ببینین این کندل تا کجا نفوذ کرده؟ تا این کندل تا اینجا نفوذ کرده، دیگه نرفته سمت کندل بعدی. و از توالی CIB بخواین مشخص کنین از اینجا تا این کندل، یعنی این کندل و این کندل توالی CIB است و این کندلی که توالی رو به هم زده باعث شده که اینجا ما تاییدیه CIB داشته باشیم. ببینید اینجا. خب یکم زوم کنم ببینید بهتر ببینید. سقف کندل رو زده سفید مشکی، سقف سفید رو زده بدون اینکه این سه تا کندل کف همدیگه رو بزنن. خب اینجا یه تاییدیه CIB داریم. ما برای ورود از گم باکس که تو این بخش هست، بخش فیبوناچی پایین، گم باکس استفاده میکنیم، ولی اگه شما رسم کنی احتمالاً به این شکل بیفته روی چارتتون که به دردتون نمیخوره و بهتره که از تنظیماتی که من بهتون میدم بهتره که از این استفاده کنیم. ببینین تنظیم رو دونه دونه بزنین و روی گم باکستون اعمال شه. خب ببینین گم باکس رو نقطه صفرش میندازین روی کندل آخر توالی CIB که گفتیم حد ضرر پشت همون قرار میگیره و نقطه ورودتون جلوی کندل دوم CIB که کندلیه که توالی رو به هم زده، یعنی اینجا زیر این نقطه ورود ماست که با این کندل سفید فعال شده، قیمت بک داده و یه نقطه ورود دیگه روی نیم اینجا داریم و یه دونه روی 25 اینجا. اگه شما رو نقطه 1 وارد شین ریواردتون کمتره
به نسبت رو نقطه نیم وارد شین ریواردتون بیشتر میشه و رو نقطه بعدی وارد شین حد ضرر خیلی کمتر و ریوارد خیلی بیشتر میشه. نقطه خروجمون کجاست؟ ببینید گفتن یا بر اساس ریوارد خارج میشین، یعنی اگه فرضاً میانگین این دوتا ورود این وسط باشه و شما بخواین وارد معامله بشین، ببینید از اینجا تا اینجا فرضاً اگه وارد معامله بشین ریوارد 1 2 3 4 5 6 احتمالاً بگیرین. تا کجا؟ تا گپ سیگنال بعدی که میشه اینجا و اینجا. درسته؟ ببینید بخواین حرفه‌ای وارد معامله بشین و از معامله خارج بشین، بهتره که رو نقطه خروجتون که میشه گپ بعدی، گپ سیگنال بعدی، نه گپ معمولی، گپ سیگنال بعدی بخواین خارج شین، بهتره که رو گپ بعدیتون تاییدیه ببینین تا جلوی تاییدیه که شما همیشه پوزیشن میکارین بیاین و حد ضررتون رو روی همون نقطه فری کنین. ببینین الان اینجا اومده وارد گپ شده، CIB داده، این کندل این کندل این کندل به اضافه این کندلی که توالی رو به هم زده، ولی رو میدلاین نیست. پس احتمال این که قیمت بریزه و استاپ اینو بزنه خیلی زیاده. درسته؟ بعد قیمت اومده بالا، بک زده و دوباره بیشتر ریخته. دوباره که داشته میریخته قیمت اومده که اینجا یک کندلین توالی CIB داده، ولی این کندل هم از پایین زده هم از بالا زده که توالی کلا به هم زده. کندل بعدی این کندل و این کندله که کف همدیگر رو زدن، سقف همدیگر رو نزدن و کندلی که توالی رو باید به هم بزنه داخل این دوتا کندل تشکیل نشده و خود اینم CIB نیست دیگه. ولی این کندل که میبینین نفوذ کرده رو گپ پایینی. درسته؟ ببینید نفوذ کرده رو گپ پایینی. پس این گپ کلا نصف میشه و بدون اینکه میدلاین تاچ بشه هیچ سیگنالی هم اینجا نداده بهمون. قیمت ریخته تا اینجا و اینجا IB داده. خب اینجا بهمون IB داده که اگه تایم فریم 1 دقیقه شو ببینین میبینین که اول از بالا فعال کرده، بعد از پایین استاپ این IB که به عنوان تاییدیه این سیگنال هست استاپ اینو زده. ولی شما قبل اون باید خیلی دقت کنین که قبلش سیگنال یا گپی نباشه. این کندل سقف همو زدن ولی کف هم دیگر رو نزدن، سقف همو زدن. این سه تا کندل به اضافه کندلی که توالی رو به هم ریخته، این کندل میشه CIB ما اینجا یه گپ داره. ببینید اینجا درسته؟ ببینید اینجا یه گپ داره. خب الان قیمت اومده برگشته سمت این سیگنال و گپش تاییدیه داده، این کندل و این کندل به اضافه این کندل که توالی به هم ریخته تشکیل این سه تا تشکیل CIB دادن، تاییدیه CIB و باعث شدن که قیمت بریزه. از نقطه ورود اول کسایی که بخوان نقطه ورود اول رو بزنن تا گپ بعدی تقریبا ریوارد 1 هستش. فقط باید خیلی مواظب باشین که حجم کم بزنید چون سیگنال بعدیش روبروشه. خب سیگنال بعدیش و گپی که اینجا بود روبروشه، ولی چون چند بار خواسته روی این گپ تاییدیه بده و تا الان نداده، احتمال اینکه اینجا تاییدیه بده خیلی کمه. برای همین بهتره که کلا احتیاط کنیم و حجم اول کم بزنید تا اگه اینجا تاییدیه نداد و بک داد اینجا حجم بیشتری وارد معامله بشید. که اومده خواسته اینجا تاییدیه بده این به صورت IB، این سایت بار معمولی، دوتا کندل که کندل دوم داخل کندل اولیه
ولی فعال نشده و قیمت بعد اینکه این تاییدیه رو فیل کرده اسبش رفته سمت اولین سیگنالی که جلوش قرار داره و اینو فیل کرده. تا کجا ریخته؟ گپ بعدی اینجاست و سیگنالش هم اینجاست که بدون اینکه رو گپ تاییدیه یا چیز مشکوکی شبیه تاییدیه بده که ما بخوایم از معامله سری خارج شیم، اومده و سیگنال رو کلا فیل کرده و گپش هم کلا با خودش فیل میشه. سیگنال بعدی اینجاست که میبینیم CIB است و این هم گپش اینجا. ببینیم دوباره قیمت با کله ریخته و کلا سیگنال و گپش رو کلا با هم دیگه فیل کرد. این هم از این فیل میشه. میریم گپ بعدی اینجا. ببینیم بعد این سیگنال است. گپش کجاست؟ گپش هم اینجاست. خب ببینیم اومده و سیگنال رو فیل کرده. پس گپ و سیگنال با هم دیگه فیل میشه. میریم سراغ بعد از این سراغ سیگنال بعدی که میشه اینجا CIB داریم، این کندل این و به اضافه این کندلی که تک و تنهاست و تعالی و به هم ریخته. گپش کجاست؟ اینجا. اولی که رد کرده اومده رو دومی و بدون اینکه سیگنال فیل بشه رو گپمون تاییدیه داده. تاییدیه به چه صورت؟ CIB. یک کندل به اضافه این کندلی که توالی رو به هم ریخته تشکیل CIB دادن و ببینیم که نقطه ورود ما به این شکله. ببینین گفتیم یا بر اساس ریوارد خارج میشین یا بر اساس گپ سیگنال‌های قبلی. الان سیگنالی که ما قبل اینجا داشتیم اینجاست که CIB است. دوتا کندل به اضافه این کندل. خب جلوش یه گپ اینجا هست. یه گپ اینجا هست و گپ های بعدیش که اینجا و حالا اینجا. و ببینیم هر چقدر گپ ها از سیگنالمون دورتر باشن کلا اعتبارشون کمتر و کمتر میشه. ببینید این گپ ها رو ما سر راه قیمت داریم، ولی گپ ها هر چقدر دورتر از سیگنال میشن اعتبارشون کمتر میشه. برای همین میبینیم که قیمت هر چقدر که اومده روی گپ ها فیل کرده، اومده رو گپ بعدی فیل کرده و رسیده به دوتا گپ انتهای لگ قبلی ما. و الان میبینی که اومده روی گپ میدلاین گپمون به ما CIB داده، این کندل و این سه تا کندل. اما بعد اینکه این CIB رو میبینین باید دقت کنین که میدلاین گپ حتما تاچ بشه و میبینین که اینجا اصلا تاچ نشده و ممکنه که با این معامله اگه وارد معامله سری بشین احتمال اینکه استاپ بخورین هست. ولی اگه پوزیشن بای پایین رو نبستین میتونین رو نقطه ورود این CIB که روی میدلاین نیست ولی خیلی نزدیک میدلاینه حد ضررتون رو همینجا فری کنین، ولی دیگه نمیتونین اینجا سل بزنین. حالا قیمت از
نزدیک میدلاین ریخته و اومده دوباره سمت همین گپی که هست بدون اینکه سیگنال رو فیل کنه دوباره تاییدیه داده. ببینید این کندل و این کندل تشکیل CIV دادن، دوباره همینجا ورود با احتساب اسپرد معاملاتی و حتما بدونید که اسپرد رو توی بروکر خودتون حتما رعایت کنید تا از نوسانای نزدیک حد ضررتون که یهو کندل یه ذره این ور اون ور میشه ممکنه که بهتره که استاپ نخورین سر این نوسانای الکی. خب ببینید ورود میکنید روی نقطه ورود 1، دوباره بک میده رو نیم و نقطه ورود بعدی تا TP تا گپ های نزدیک سیگنالمون. یکی اینجاست، یکی هم اینجاست. دقیقا اومده میدلاین گپ رو تاچ کرده و CIV تشکیل داده که ورودش با انتشار آمار NFP فعال شده و ممکنه که یه سریاتون بخواین خبر ترید کنین، ممکنه که یه سریا اصلا مخالف ترید خبر باشن. در کل توضیحات نقطه ورود استراتژی بود که بهتون دادم. حالا دیگه بستگی به خودتون داره، میخواین تریدر خبر باشین میخواین نباشین، دیگه بستگی به خودتون داره. خب قیمت تا کجا ریخته؟ ببینین قیمت وقتی میاد و اینجا وایمیسته سیگنال میده، شما باید از قبل آماده باشین و سیگنال ها و گپ های قبلی رو روی چارت حتما از قبل مشخص کنین که همه این گپ ها و سیگنال ها رو بررسی کنین. میبینین که همه اینا توسط کندل خبر NFP کلن یک جا فیل شدن و قیمت در آخر رسید به این ناحیه که میبینیم. بریم جلوتر ببینیم اینجا این 4 تا کندل که این کندل IB است حساب نمیشه، این کندل این کندل این کندل و این کندل با هم تشکیل CIV میدن و گپی که سر راهشون هست اینجاست. میبینیم بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب اینجا IB داده و فعال شده و ریواردش رو داده. حالا شما میگین که رو گپ بعدی و ترجیحاً گپ های نزدیک سیگنال خارج بشین. الان اینجا ما یک گپ بزرگ داریم که اینجاست، میبینین اومده و میدلاینش رو تاچ کرده، ولی رو این مدل گپ هایی که خیلی بزرگن و حاصل از هیجان کندلای خبر هستن، بهتره که اگه اینجا ورودی زدین بهتره که رو ناحیه‌ای که قیمت نفوذ میکنه به گپ دیگه بهتره همین جاها از معامله خارج بشین یا بریم تایم فریم 1 دقیقه و با استفاده از مووینگ 60 ببینید که قیمت که الان ازش فاصله گرفته کی میرسه به این مووینگه و در نزدیکی های اون مووینگ 60مون کلن از معامله خارج بشیم. خب این توضیحات روز پنجشنبه بود. خواستم ببینین که فکر نکنین که گپ از ما دوره بی تأثیره. نه خیر، خیلی هم تأثیر داره و تأثیرش خیلی هم مهمه. تا بعد.